سلام به همه دوستان عزیز، خوش اومدید به طبقه بالای کشتی. میخوام یه ساعت خوبی رو توی این طبقه بالا برای شما فراهم کنم. خوش اومدید به فصل زمستونی کانال درتی، زمستان آخر. امروز توی این ویدیو به مناسبت زمستان آخر اومدیم ببینیم که آیا واقعا این زمستان آخر من هست یا نه. میدونی شاید هم حالا زمستان آخر یکی دیگه بود. نه به حاجی بیخیال، حرفای قبلی رو فراموش کنید، بذارید دوباره شروع کنم. امروز اومدم به خاطر اینکه پاییز شد زمستون و ما هم یه خورده میخوایم ملی گرایی کنیم، میخوام یه فال حافظ بگیرم ببینم که تقدیر چجوری قرار پیش بره. میدونی من یه خورده میترسم جدیدن حاجی، یه سری چیزایی دارم میبینم که خیلی دارم میترسم. یه فال حافظ نیازه. بعد حالا فال حافظ من نمیدونم داستانش چیه، ولی من این ویدیوهاشو دیدم، مثلا یارو وا میکنه فال حافظ میاد که اوه تو مثلا فردا تو خیابون یه 450 وای میسه جلوت با تیر میزننت میرن، بعد یهو میبینی واقعا فردا همون اتفاق برای یارو میفته. میدونی برای همین حالا دیگه ببینیم آینده چی پیش میاد دیگه. یکی از چیزای ترسناکی که حالا جدیدن خیلی امروز منو ترسوند، قیمت لحظه‌ای تتر. شما شبا نشستید به این فکر میکنید که مثلا یک شبه وای چرا نوتیف دوست دخترم نیومد، وای چرا نوتیف دوست پسرم نیومد. اگه مگری داره نگاه میکنه این ویدیو رو، من فقط یک نوتیف توی کل گوشیم روشنه، اونم قیمت لحظه‌ای تتره. یه کانال خوبیش اینه که ببین هیچکی پشتش نیست، یه کده، هر 5 دقیقه یه بار خودش آپدیت میکنه قیمت لحظه‌ای رو. و من تنها نوتیفی که دارم اینه. شاید الان بگی مثلا نوتیف بانکت روشن نیست، نه، چون که مثلا ببین من چند روز پیش توی سوپری بودم، یه دونه دیدی بعضی این سوپری‌ها این خانومای میان سال مثلا اداره میکنن، معمولا هم مهربونن، معمولا. حالا خانم بهم گفت که او پسرم، مثلا من خرید کرده بودم شده بود 540 تومن، پسرم نگاه کن ببین من یه صفر اضافه نزده باشم. گفتم که حالا خانم اگه زده باشی که اصلا نمیکشه، نگران نباش. میدونی خلاصه که آره قیمت لحظه‌ای تتر رو توی کانال تلگرامم میذارم لینکشو اگر کسی خواست. همین الان 140,253 تومنه. حالا آخر ویدیو هم میایم نگاه میکنیم ببینیم چند شد. توی ویدیو قبلی خیلی هم مسخره کردن، گفتن اون مانستری که داشتی میخوردی تولید شده در کمپانی افغانستان بوده. من اول ناراحت شدم، فکر کردم توهینه. بعد که رفتم یه تحقیق کوچیک کردم دیدم که بله اون مانستر دقیقاً پر شده توی افغانستان بود. من حقیقتا موقع خوردنش، حالا من یه دونه جدید خریدم، این دیگه فکر کنم اصل باشه برای اینکه جبران کنیم ویدیو قبلی رو، طبقه بالای کشتی. من حقیقتا تو ویدیو قبل خوردنی یه اودر، یه رایحه نون خشک رو حس کردم، ولی میخواستم نجات پرستی نکنم دیگه، ولی مثل اینکه درست بود، واقعا اون برای افغانستان بود. خلاصه که این نمیدونم، حالا الان یکی مینویسه او اسکل اینم مثلا پر شده تو تاجیکستانه مثلا، من نمیدونم حاجی، من خیلی این داستانا دورم. و بریم فال حافظم بگیریم دیگه، ببینیم که آقا درتی امسال قراره چیکار کنه. راستی سابسکرایب کنید دیگه آخرین مهلت هاست برای سابسکرایب کردن دیگه. اگر زمستان آخر درست باشه، ویدیوی راز ثروت نوجوان کارتون خواب با ارز دیجیتال اینو باید بزنم تو تایتل. فال حافظ آنلاین اصلی با تفسیر و تعبیر کامل، نیت کنید و اینجا کلیک کنید. اوکی حاجی، بذار اول مانستر رو باز کنیم دیگه، زمستان آخر تایپ شه. این هم دیگه میبینی سفیده به خاطر زمستونه دیگه، نه به خاطر اینکه من نه به خاطر اون نیست. Kill the boy Jon Snow. Kill the boy Jon Snow. Winter is almost upon us. یه همچین چیزی دیگه. بذار من مانسترم وا کنم و سافیر اسکیفیر یه همچین چیزی روش نوشته، میدونم اشتباه خوندم، حالا الان یکی میخواد بنویسه. دیگه روزهای آخره مثلا. چقدرم خودش هم سفید بود آجی، رنگ اسپرایته الان که دارم بهش فکر میکنم.
دیگه میدونی مانستر کمونیستی یه حال دیگه ای داره دیگه، میدونی. بیا اگه میخوای یه لیوان بخور. الکی گفتم هیچکی تو اینجا نیست ولی بریم حاجی برای فال حافظی. بذار یه قلوب بخوریم. لینگ یا یه همچین چیزی. اوه حاجی راست میگفتن واقعا، این خیلی مزه خوبی میده. اصلا نشون بدم ظرفشون، دوستان که اطلاعات دارن یه برام بنویسن این راجبه چیه این مونستر. ولی خوشمزه بود اون یکی. اون یکی شبیه آب توالت گاتام سیتی بود مزهش. حافظ آماده باش دیگه. اول باید چیکار کنیم؟ فال حافظ. چشم ها رو بسته و چند نفس عمیق بکشید و جمله زیر رو بخوانید. بذار ببینیم. خب بذار بخونیم. ای حافظ شیرازی، تو محرم هر رازی، تو رو به خدا و به شاخ نباتت قسم میدهم که هرچه صلاح و مصلحت میبینی برایم آشکار و آرزوی مرا برآورده سازی. واقعا مرسی حافظ، دمت گرم. حالا البته بذار ببینیم چیکار میکنه بعد دمت گرم بگیم. التیمیت اخلاق اینه که از همین الان دمت گرم بگم، نتیجه زیاد مهم نیست. مرسی حافظ. خب حاجی وقتشه که نیت کنیم و ببینیم که داستان چیه دیگه. آماده باشید. خب چشمای خود رو ببندید و به نیتتون فکر کنید. خب بذار ببینیم. نه الان دیگه مانستر فنا رو مسخره نمی کنم حاجی، حق دارن، مزهش بد نیست. حتی شکر هنوزم. دوش از مسجد سوی میخانه آمد پیر ما. تفسیر فال حافظ شما، غزل حافظ شماره 10. راهی که بذار حالا دو بیتشو بخونیم. دوش از مسجد سوی میخانه آمد پیر ما، چیست یاران طریقت بعد از این تدبیر ما. ما مریدان روی سوی قبله چون آریم، چون روی سوی خانه خمار دارد پیر ما. یا نمیدونم شاید اشتباه خوندم. راهی را که میروید درست است، از تدبیر و اندیشه خودتان استفاده کنید. به زودی در جمعی حاضر میشوید که تقدیر و آینده شما در آنجا رقم زده می شود و به نشانه هایی دست پیدا می کنید که بسیار خوب است. پرهیزگار باشید تا از تیر بلا در امان بمانید. آیمین چه کاور خوبیه. ولی بعدم نگفت حاجی نظر شما چیه؟ میگه راهی که میری درسته دیگه، در آینده توی جمعی حاضر میشوید که تقدیر و آینده شما در اونجا رقم زده میشود. نمیدونم داستان چیه ولی ناراحت هم نشدم حاجی. حداقل نگفت که او تموم کارت، مثلا نمیدونم حالا اصلا از اون بیتا داره ولی مثلا نگفت که او مثلا تمومه دیگه، مثلا برو خودتو مثلا. نظرم راجع به فال حافظ 10 از 10 گوتد. نظرم راجع به این مونستر 10 از 10 گوتد. خب بذار حالا الان که رسیدیم به آخر ویدیو قیمت تتر رو یه دور دیگه نگاه کنیم. همین الان 140 و 990. یو ای چقدر وجه قوی داره میره جلو اگه بهش فکر کنید. من صبح که بیدار شدم 134 بود فکر کنم. خلاصه که اینم از این ویدیو، ورود ما به آرک زمستانی. و شما هم هر چیزی میتونید راجع به آرک زمستانی بنویسید دیگه توی کامنت، هر چیزی میخواید بنویسید. سابسکرایب بکنید چنل رو که ما زودتر بریم بالاتر توی کشتی.
سابسکرایب کردن ببین چنل من الان مثل خریدن بیت کوین توی سال 1384 میمونه دیگه. خودتون میدونید دارم راجع به چی صحبت میکنم. و در نهایت بس یه بیت شعرم بخونیم و خدافظی کنیم. میگه شخصی همه شب بر سر بیمار گریست، چو صبح شد او بمرد و بیمار بزیست. خلاصه که تا یه ویدیوی دیگه درتی میره و شاید کبدش هم رفت. خدافظ.